رفتیم خوجا. مادرم رو در چنین احوال پرتوسته نمیتوانم آقای دکتر. نه خوجا، باید وصیت مادرت رو با جو بیاری. مادرم مرده اشان رو پرتوفته آمده، حتی جنازه اشان رو نگذرانیدیم. میدونم خوجا، میدونم دیگر علاج نداریم. اکنون برای او تنها یک کار کرده میتوانی، این هم تحصیل کردن از خوجا، میفهمی؟ بیا خوجا، رفتیم. مرا سردید، من به نسی مادرم میروم. اگر برگردی سلاح دارون تو رو با کوه میبرند. رفتیم. اگر آن کودک رو یابم. نامی تو چیست؟ زبیر سردارم. تو را من تو را میشناسم. تو زبیر از دهه گذشته هستی؟ نه، من زبیر از قزلتوخم. نخواد، شاید مانند کردم. مجده اینو از راه آمدن، یگان چیزی خوردنی بیار. نیست آخر نیست. رفتیم خوجا. بایسته. آگاه همتان را به تیاری میفرستیم. تیاری را که گذاشتید و جایی که مرکز خواهد شما را به همانجا میفرستیم. قماندان، مرا نفرستید. من همش رو میدونم. لازم نیست. یعنی همش رو میدانی؟ قماندان، من آماده هم. کاری نیست که من نتوانم هم. بس کن. تیاری سر شد. و فرمان زیر نمیبرایم. تو از دیگران هیچ فرقی نداری. فهما؟ مجده، در پیش چشمم نگردند. آنها را به غار درآر. تا از قرارگاه برآمدنشان تو جوابگری هوشیار باش. خوب شد از نکهشیم. زود کنی راه گردید. به غار می رویم. راه گردمک. کنی زودتر. چی گپ شد خوجا؟ مونده شدی؟ رفتن نمیخوام، من از این مادرم میخوام آقای دکتر. خوجا، اگر بدی هر روی سلاح دارون تو رو با کوه میبرند. من به دست نمیافتم. مادرم را پرتوفته نمیتوانم. گوش کن خوجا، من هم پدرم را از دست دادم. در جنازش نبودم. زنده یا مرده بودن مادرم را نمیدونم. اما باوری دارم که با اونها یک روز در دنیای دیگر وا میخوریم. مادری تو هم تو رو در بهشت انتظار میشود. یک روز حتما با او در اونجا وا میخوری. اکنون برای او تنها باید یک کار کنی. خوانده انسانی در کاری شده به دهت برگردی. باید این جایها رو به جنت تبدیل دهی خوجا. انا آن وقت مادرت در اونجا از تو راضی میشود. بیا خوجا، بیا. رفتیم. کنی زود باشه، آتش را بلند کنه. دخترم رو نگرفته از اینجا نمیروم. چی گپ شد ببین؟ هوا خیلی سرد شده است. یخ کردیم که چه؟
با خدا یخ کردم. کودک در کجا بدی؟ با خدا که نیافتیم سینون. چه نیافتید؟ آن کودک به کجا غیب زد؟ و فکرم او را دکتر پنهان کرده است. همه جای را دیدید؟ نقطه تیوی رو هم دیدم سینون. نه دکتر است و نه کودک. از بین همین قدر آدمان سلاحدار یک کودک گریخته از بدی. مگر این شرمندگی نیست؟ در نزد تشکیلات شرمنده شدیم. آن کودک را باید یابیم. تشکیلات از هر گروه یک کودک برای بمب طلب دارد. سینان حتی یک کودک هم نفرستاد گوید چی می شود؟ در پل بقدم نیاد سینون. یک چند نفر رو در ده ماندم. از پس دکتر نظارت میکنند. البته کودک رو میابند. جوی با دقت باشید آیسته آلدو لبای آقا مرده را با مسجد برید فرما. خوب شد است آقا. گریه نکن دیلو، از دستمون چیزی نمی آید. سهر اپای هوین رو در این حال دیده خودم رو گم کردم زینب. بابایم هم نیستن. چی کار کردنم رو ندونستم. بابا ابراهیم در کجایی؟ بعد از نماز بامداد آن کس را بردند. برای دو قبیله رو با هم آشتی کردند. و بیماریشون نگاه نکرده رفتند؟ نپرسیدم اکی حمید. بابایم تماما به خودشان اهمیت نمیدهند. راست میگویی دخترم، راست میگویی. بابا همین خیلند. مادامی که بابا ابراهیم نیستن ما به رئیس خبر میدیم. بگذار به جنازه آمادگی بینن. من خبر میدیم. مایلش با اپای هوین مناسبتتون خوب نبود. برای کمک کردنتان تشکرم اکی حمید. نه دخترم نه، ما در این مسئله خطا کردیم. بابا ابراهیم حق بودن. زنی بیچاره را با دو فرزندش تنها گذاشتیم. مایلش من میروم. آقای دکتر نیستند دیلو؟ نیستند. دینا بیگوه رفتند. به کجا رفتند؟ پسر اپای هوین رو به دهه مزارت بردند. خوجه رو سلاحداران برده بودند کو؟ آقای طاهر یک خدشه گذاشتند. خوجه دیروز از سلاحداران گریخته به اینجا اومده است. دهه مزارت خیلی دور است. در این خونه که تو با آنجا رسیده نشون. خدا خودش میدوند، اما کارشان وزنین است. راست میگویی قیزبان. تو رفته پدرت رو به جنازه خبر کن. مایلش دیلو. نسبت اون ناحقی میکنی زینب. او تو رو خیلی دوست میدارد. میدونم دیلو. چی مگر من خاندار شدن نمیخواهم، اما نمیتوانم. طاهر رو بدبخت کردن نمیخواهم. خیلی خنک خوردم. همین خیلی است خوجه، خیلی خنک. افتوبر اومده است اما این جایها خیلی خنک میشود آقای دکتر. ما در کجاییم خوجه؟ بیا. خیلی گوز کنیم. بازی با دهی میرسیم. خیلی راه مانده است. زودتر راه کرد. السلام علیکم. و علیکم السلام. به دهه مزارت میرویم. میگویند اونجا مکتبی بوده است. ها بله، ما از همونجا میآییم. پسری ما رو مانده آمدیم، لیکن شما بیهوده میروید زیرا دیگر جای نمانده است. از هم آخر پسری ما رو به جای نفری از دهه آب کلان قبول کردم. شما راه رو نشون دهید، اون طرف شما حال میکنید. پدر، ها از واقعه ها خبر دارید؟ دیر کردی خانم کزبان. مردن هوین را الدا گفت. بله، آقای رئیس خبرهای دیگه را از من میگیرن. شما دیگر زحمت نکشید خانم کزبان. تو فکر میکنی که همه خبرها رو میدونی؟ الدای چوپان خوجه از دست سلاحداران گریخته است. تو چی ها میگویی دخترم؟ راست است؟ به خدا کی
اینش مایلش. دخترمون کودک رو گرفته به دهه مزوریت رفته است. نخواه؟ این دکتر مگر دیوانه است؟ برای چی به همه کار بینیش رو میخلاند؟ مرحمت رئیس. آقای رئیس به جنازه میروید؟ البته. الدا لبه مرا در حجره کاری انتظار شو. اما آخر به جنازه میرفتیم آقای رئیس. من یک کاری ضرور دارم. رو بچشم رو زودتر رو. خوب شده است. اینها کجا شدن این لعنتی ها؟ ای خدا. رئیس به این طرف دوید. اینها سرم را با بلا می اندازد. چیکار میکنید در بین این کوچه؟ خوجه از نزد ما گریخت. او رو میکوبید ها؟ سینان چنین فرما. خوجه را بیخوده در ده میکوبید. دکتر او را به مکتب برده است. سینان از این سخت میرنجد. کودک را در شهر انتظارم. نقشه ها ویران میشود. حالا هم وقت دارید. در این خیل هوا از کو گذشتن مشکل است. اگر زود از پسشون شوید آنها رو دستگیر میکنید. بر کدام طرف رفتند؟ از شب به راه برآمدند. دکتر این جاها رو نمیداند. تنها با راه هموار میرود. حالا با کوه سرخ هم نرسیدند. ایزایشان تازه است. زود میروید. شتابه. رفتیم. بیا خوجه. خدا از مردمی هر روزی باشد. ببین برای ما توشه راهشان رو ماندن. بیا خواهی کمی تناول میکنیم. نمیخوام. کجا ایستو؟ کجا میروی؟ نشنیدید؟ در مکتب جای نیست. من به نزد مادرم میروم. کجا اینجا بیا. من با اونها گپ میزنم. البته تو رو جوی میکنم. میفهمی؟ به نزد مادرم میروم. باز دیدنش میخوام. او رو آغوش گرفتن میخوام. کجا؟ مادرت رو دیدن میخواهی؟ من به تو مادرت رو نشان میدم. مرا فریب نکنید آقای دکتر. مادرم دیگر بر نمیگردن. از کجا میداری خوجه؟ بیا. وقتی با مکتب رسیدنت به تو میدادم اما سر و سیمه شدی. مادر جون. بیا. رفتیم خوجه. راهمون دراز است. کنی خزد از جایتون. خزد نمیشنوه. خزد جایه. شما هم خزد تنین زودتر. نمیشنوه خزد از جایتون. خیلی میگویم به تو. چی نفهمیدی تو؟ چی میخوایی؟ با بیرون برو. از شما خواهشی دارم. چی میگویی؟ با بیرون برو. مرا به تیاری نفرستید. برای چی؟ من به مشق احتیاجی ندارم. همه کار رو میتوانم. شکارچی خوبم. زود باش. گپ را بس کن. کنی زود همه در برون جمع شده. کارگر همه کار رو میتوانستد. گویا کودک را فریب میکنند. بیا به تو. خزد خزد. کنی زودتر. زودتر باشه. صف کشه. زودتر به اینجا بگذاره. با صف سرایت. با صف سرایت. من به تیاری احتیاجی ندارم. چرا ایستاده ای؟ راگر. گذر زودتر. به خدا برادر پیری زدم را میرسونم. چی گپ است بدی؟ سینون. این ابله با تیاری رفتن نمیخواهد. در همین جا ایستم میگوید. کماندو من میگویم که مرا سنجید. خودتون میبینید همه کار را میتوانم. شکارچی خوبم. مرا بیهوده نفرستید. این کار با تو شکاری مینه نیست دبیر. برای جنگاور تیاری شرط است. خورشید میآید کماندو. کنی گذر زود باش. زود باش. بخیر است این چیست؟ مرکز با شما مکتوب فرستاده سینو. بیار. چی میخواهند سینون؟ دو فرمان میدهند.
باری دزدیده فرهاد را میخواهند. تشکیلات حالا هم آن بار را میپرسد سینم. تو چه ها میگویی؟ یک خلط پول از دست رفت. البته میپرسند. ما آن بار از کجا میابیم سینم؟ نیابیم. دیگر علاج نیست، وگرنه آنها ما را پوست میکنند. فرمان دویمشون چی بود است؟ باید برای تشکیلات آدم جمع کنیم. آنها را از کجا میابیم؟ از دههای نزدیک، از گرد و اطراف. دههای به ما نزدیک دههای آبی کلان است. آن دهه با تشکیلات زید است. بله. دیگر چاره ندارند. تشکیلات فرمان داده است. از هر خانه یک نفرش را میگیریم. کماندان در نزد جسدهای عبدالله و یوسف که بری هم خواب بودن می نشیند و از پیشانیشان بوسیده می گوید الوداع فرزندان صادق وطن. نمایش در همینجا تمام می شود. خیلی علم آور شده است معلمه. بله به خدا که همین خیلی است. تشکر بچه ها. تشکر به تو تغییر. تشکر زیاد. چی گفت شد خوجا؟ عکس رفتی دست آقای دکتر. عکسی مادرم. چی خلفتی دست خوجا؟ در جیبم مونده بودم. جیبم سوراخ بوده است. همین که بدی هوا گشتم با تو دیگر رو افته میفرستم. خوجا بیا راهمون رو دوام میدیم وگرنه از خونو که یخ میکنیم. آن رو نیابم نمیروم آقای دکتر. آن خاطره از مادرم است. بیا خوجا رفتیم. اگر جیبت سوراخ باشد کی میدونه در کجا رفتی دست رو چخیل میابیم. آن رو نیابم به هیچ خوجا ایستو. خوجا ایستو. خوجا بیا. به این طرف زودتر. از بالای کوه نگذرید. آن را دور زنید. بله درست است. سرما همه اتان رو نابود میکند. شما رو فهمیدم قماندان. اکنون زودتر برها برایید. رو گردید. زودتر قدم زنید. زود باشید. زودتر باشه. در چی گفت؟ سردارم من جای آن بار را میدونم. کدام بار را؟ باری را که شما میجویید. تو جای آن بار را از کجا میدانی؟ به خدا که میدونم. تو جای آن را از کجا میدانی؟ رزیلی دروغگوی. باور کنید راست میگویم. احمق شوخی نکن. بس در راه. زود باش. بس در راه. صبر کن بیدی. شاید یگان چیز داند. آخر او چرا میداند؟ برای از تیاری گریختن با ما بازی میکند. بازی نمیکنم. من جایش را میدونم. در کجا بوده است؟ در دهه آبی کلان است کماندان. آخر او دروغ میگوید. زبیر قزل تاغی باری در آبی کلان بوده است. کجا میداند؟ صبر کن بیدی. و من جایی بار را نشان میدهی. نشان میدهم. اگر دروغگویی دانسته باش تا را نیست میکنم. و خدا من خودم میکشم. این آدم میایستد سینا؟ میایستد. شما روید. خیلی رفتیم. خیلی زودتر. شما زودتر روید. راه گردید. راه بیدی یک چند نفر را با خود میگیریم. با او باور نکن. به خدا وقتمان را بیهوده صرف میکنیم. این هم باید به دهه آبی کلان میرفته بیدی. کنی تو به مکان یوزها رو. از هر خانه یک نفر را گیرید. خالی نبرایید. مالش سینا. مجده آدمان را جمع خوب شده است که چه؟ ایستا. مجده هم با ما به دهه آبی کلان میرود. مالش سینا. کنی زود باشه. زودتر باشه. جمع شوید. زودتر. خوجا ایستو. خوجا قوت رو بیهوده صرف میکنی. راه همون دراز است. خوجا مادر جون. بیا خوجا رفتیم نباشد کوه رو گذاشته نمیتوانیم. من طاقت کرده نمیتوانم آقای دکتر. خوجا بیا کمی دیگر طاقت کن. باید از اینجا رویم. کوه رو گذاشته نمیتوانیم آقای دکتر. من دیگر نمیتوانم.
گوش کن خوجا، با مادرت وعده دادیم که باید خونی. مادرت بسیار خواندن شما رو میخواست. اگر حاضر از اینجا نرویم روحی مادرت از ما شاد نمیشود. خوجا ما رو نمیبخشد. بیا رفتیم، بیا خیز رفتیم، اویسته رفتیم. خیز خوجا، رفتیم. زینب دیلو، هوا خیلی سرد است. من از توی خیلی خواطرم. یگان خبر هست؟ افسوس که یگان خبر نیست. حالو بر نگشتند. و درون درو زینب، در نزدی در نیست. بابایم حالو ناومدن، عمر هم نیست. تشکر دیلو، وقت ندارم. میروم. من هم به نقطه طبی میروم. وای، اصلا با من سهمچه نوشته آقای توی خیلی مخصوص شد. خیلی خوب نوشتند. میخواستم با آن کسی سوی مینداری کنم. کاش همینجا میبودن، از این خیلی خرسند میشدن. کمی صبر کن سینو. گذارید زودتر رفتن گیره. گوش کن سینو، گفت این خیال رو گوش کرده از پسش آمده. اون ما رو فریب میدهد. خواطرش رو بدی، اگر ما رو فریب دهد او رو میکشم. تمام. پیش از تو من او رو میکشم. دانسته باش. چی رو انتظاره؟ بیا. آمدم. خوجا، هوشیار شو، زود باش. بیا. اینجا شین خوجا، شین. خوجا خوابت نبرد. خوجا منو تش میگیرونم، کمی گرم میشویم. اینجا دم گرفته بود رو همون رو ادامه میدهیم. خوب نمیروم آقای دکتر. خوب نرو خوجا. ایزی یک نفر است. دیگرش به کجا رفته باشد؟ ایزها چقدر شدند. شاید کودک را به پشتش برداشته است. زود باشد میرویم. با این حال دور نمیروم. رفتیم. خوندکی میشوی خوجا؟ خوندکی میشوی؟ من خونده مثل شما میشوم. چی خیلی یعنی؟ دکتر میشوی؟ بله دکتر، اما مثل شما. مادرم هم همین خیلی گفته بودن و مثل دکتری خودم شوید و فقیر و بیچارگان کمک کنید. انشالله میخونی خوجا. مادرت گفتگی برای میشوی، دکتری کلانه میشوی. بیا خوجا، از دیشب است که خواب نکرده ایم. کمی خواب میکنیم، بعد باز رو همون رو دوام میدهیم. میلش در کجاست؟ انا در همینجاست. خب کنی گذر. یا هر دوی شما در بیرون آباداری کنید. خوب شده سینو. بار مادر در همینجاست؟ کنی آب. در همینجاست. خب من چرا ایستاده ای؟ کنی آب. جای بارو میره. کنی زود باش، در کجاست؟ باید در همین جا می بود. تو با من بازی میکنی احمق.
حتی جایش را نمیدانی. به خدا که در همین جاست. حاضر مییابم. مژده لابا یکیشونو برو پران. پران گفتم. خوجا خوجا تو در کجایی؟ رفته است. آتش خاموش شده بود. خنک میخورد گفتم آقای دکتر. سلامت باشی. در اینجا زیپویا. بیا خوجا بیا زودتر بیا. چرا انتظاری؟ پران آخر. شاید به یاد نمیاد. پران گفتم. دکتر به یادم آمد کماندو. در کجا بودنش را به یاد آوردم. تو هیچ چیز رو نمیدونی، ما رو فریب بدی. در اینجا فرمانی قتل را من میدیم بده. انا کماندو همینجاست. بدی این را کشا. بیا بدی کشا. من دیگرش هم در اینجاست. کشا بدی و درونش نگاه کن. مالی تشکیلات یافت شد بدی. بله. در اینجا بودنی بارو از کجا فهمیدی زبیر؟ در اینجا پنهان کردنی فرهاد را دیده بودم کماندان. راست میگوید. اکنون با شما یک جای هم همین طور نی کماندان. مرا به مشق نمیفرستید؟ بله نمیفرستد. حالا ایستا تیر پرانیش را هم بینیم. بله. پسرم کمی صبر کن، حاضر نون میپزم. من خیلی گرسنه شدم مادر جان. من هم خیلی گرسنه شدم مادر جان. حاضر به شما نانی روغنین میپزم. خدا خودش مدد کند. این آخرین آدمان. خدایا بخیر باشد. استید من میبینم. مادر جان. یا طرفی. مادر جان. نترس دخترم. همین شب در خونه که میشینه؟ بله دیگر چاره نداریم. مادر شما هم حتما به درون دارید. بله اون راست میگوید. شما به درون دارید. رفتیم. از ما چی میخواهید دخترم؟ نامت چیست؟ عبدالله. گوش کن نمک عبدالله.
برای تشکیلات آدم جمع میکنه. من دو پسر دارم دخترم. کلانیش این خاندار است. کودکان خودسال دارد. دیدید دیگرش خورده است. 30 سالش برای به تشکیلات داخل شدن نمیرسد. گوش کن احمد، خودت را بیهوده مانده نکن. فرمان تشکیلات چنین است. خرد، کلان، زندار، مجرد فرق ندارد. از هر خانه یک نفر را میگیریم. چاره نیست. از فرزندانتان یکیش با ما همراه میشود. اگر نشود چی؟ خانه‌تان را ولنگار میکنیم. ما را با زوری به خودتان سرباز میکنید. تشکیلات خواهد سرباز نه، حتی فدایی هم میکند. ما خواهشی به تشکیلات همراه شدن را نداریم. جوانی جسور مینمایی. برای خلقمون جنگیدن نمیخواهی؟ تو چخل کرد هستی؟ کسی به تشکیلات ندارد کرد نیست مگر؟ ایست رفت، ایست. به مالمان دست دادید، به رزقمان، به ناموسمان، به جانمان دست دراز کردید. حالا باشد میخواهید که قاتل شویم. شما برای از بدنام کردن کردها دیگر کاری نمی کنید. حیف شما. نیست دیسته پسر خوردی من است. یگان چیز برای خوردن نداره دمک؟ شما با مهمان اکرام کردن رو نمیدونید؟ متاسفانه چیزی نداریم. خوراکمان تنها همین قدر است. بچه ها گرسنه‌اند. اقلا 1-2 پاره نان بیارید. آنها را دیدم. بله آنهایند. با کودک زیر نپرانید. او برای من زنده لازم است. رفتیم. ده کجا ده؟ او رو یافتند. ده از پس من. زودتر. میخزیم بچه ها. پگاه باز میویم. یا این یا بای. از بینشان یک تاش به تشکیلات میدرایم. فهمیده؟ اکنون چیکار میکنی پدر؟ ایستا پسرم، خدا بزرگ است. شما به مادرتان چیزی نگویید. بخیر است. چی گپ شد؟ این ظالمان چی میخواستند؟ برای چی آمدند؟ چی شد؟ آنها رفتند؟ گپ زنید. از ما چی میخواهند؟ هیچ چیز. باز چی میخواستند؟ خوراک خورده رفتند. کنی بچه ها آتش را در گرانید. رفتیم. همه نان رو خوردن مادر جان. اکنون ما چی میخوریم؟ مادر جان ما گرسنه شدیم. به ما نان بیارید. زیغ نشو جانکم. قربانت شوم. کمی خمیر پنهان کرده بودیم. هست مادر جان. انا همین قدر برای بیگاه هم میرسیده باشد. میرسد مادر جان. گوش کن سینون، بوری در خلطه بوده خیلی قیمت است. بله همین خیلی است. تو اینجا بیا. لبای سینون اینجا نوبتداری کن. کسی که نزدیک آمد پران. ایتوان سینون. نباشد من تو را میپرانم. رفتیم بده. رفتیم. هوا خیلی خنک شده است.
چرا با من این طرف نگاه میکنی؟ گرزم نیتی بد ندارم. تو را به دخترم مانند کردم. نگاه هایم برای همین است. چی گفتی؟ چی کار میکنیم سیمون؟ برو چال میکنیم. بله. یک از نشان را ما نزدتر. بدید سلاح را ده. سلاح را ده. مرحمت. گیر. یعنی نشان زنیت را بینیم؟ سلاح را راست دار. این هزوم نیست. یا رفتیم. اگر سلاح را چنین دارد حاجت به پراندن هم نیست. خیلی باز در دستم سلاح را نداشتم. سراسی مگیم از همین سبب است. یعنی چی را انتظاری؟ نشان رسی میستی نرسی میروی فراموش نکن. الان آخیر خدای کن. الان ادی به زمین سلاح ده. مایلش گیرین را. بیاید نرویم. با کجا؟ به دهه آبی کلان هجوم میکنیم. رفته بدی. رفتیم مجده میرویم. به دهه آبی کلان؟ زینب در این خنکی چرا اینجا ایستاده ای؟ دیلا تا این دم باید او برمیگشت. بهترش بیارویم، اینجا خطرناک است. بابایم حالم ناآمدن. اگر با او یگون چیز شده باشد چی؟ یا که احوالش بد باشد چی؟ باید زود به کوه برآمده طاهیر رو کابیم دیلا. مایلش اما چطور زینب؟ آقای طاهیر رو چطور میابیم؟ من با طاهیر مصیبتی بد کردم. اگر با او یگون چیز شود خودم رو اصلا نمیبخشم. رفته با رئیس گپ میزنیم، مردم رو جمع کنن و جستجویش میبراییم. راست میگویی زینب. رفتیم. خدایا توبه. ایرا گم شو. خورید دندونا چکنات. همه جا را رفته تازه کردم آقای رئیس. آفرین الله. چوب کنی احمق. تازگی همین خیلی است. این طرف باشه اینها چی هم؟ خانم قیزبان آخر عیب می شود. حاضر من به تو عیب رو نشون میدیم ابله. خانم قیزبان خاموش. خوش آمده دخترها. بخیر است؟ خوش باشید اما شهباز. آقای طاهیر پسری اپای حوین حجه رو به مکتب بردن، اما تا حال برنگشتند. شاید در کوه درمانده باشند. مردم رو جمع کنید، رفته او رو کابیم امک شهباز. تو چی ها میگویی دیلا؟ در این هوا کی جسارتی به کوه برآمدن میکند؟ ما حتی در اینجا از خنکی یخ میکنیم. ما باید با آنها کمک کنیم امک شهباز. اگر طاهیر برای یک کودک به کوه برآمده باشد چرا ما برای یافتن او به کوه نبراییم؟ غیر از این دیه به طاهیر از هر جهت قرضدار است. گوش کن خانم معلمه. با او چی؟ چرا به کارهای آدمان دخالت میکنه؟ خودش را قهرمان نشان دادن خواهد، حالش همین نشود. بابایم هم تا نامدن امک شهباز. بابایت رو مردم نپرتافتند، اما کاری کرده ای دکتر دیوانگی است. من مردم رو دانسته به مرگ نمیفرستم. خفه نشوید. رفتیم قیزبان، به خانه میرویم. گرسنه ماندم. آن رو ده. من هم گرسنه ماندم پدر. بیایید میرویم. زود باش. رفتیم. اگر خواهید من خودم تنها میروم معلمم. من برای دکتر به همه کار تیارم. تشکر الدو، اما با یک خودتون نمیشود. الدو گرسنه گشتن نخواهی؟ در رو محکم کرده بیا. خوب شد از آقای رئیس. بیا. اکنون چی کار میکنیم زینب؟ با پدرم صحبت میکنیم، به ما کمک میکنند. همه به جستجوی طاهیر میبراییم. بیایید رفتیم.
تسلیم شو دکتر. تسلیم شویم آقای دکتر. نباشد ما رو میپرونه. تسلیم شو دکتر. چی کار میکنیم آقای دکتر؟ خودت را پرتو خوجا. رفتم. خوجا 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 جدی همینجا جدا میشویم. مایلش تو مجده و زبیر رو با خود گیر. خوب شده سینا. رفتیم. دیگران با من می آیم. کمی راه گردید. همکی زبیر رفتیم. در اینجا چیکار دارن؟ راه گردید. راه گردید. زودتر. راه گردید. رو با من گوش کنید. از هر خانه یک نفر به تشکیلات همراه می شود. پسر دختر فرق ندارد. کودک ها را هم میگیریم. بعد آنها را پگاه میسپاریم. مگر این خیلی همیشه بعد کودک ها رو به کوه برآورده دستشون رو به خون آویزه میکنید. از برای خدا بس کنید. از خدا ترسه. چرا اینقدر جواب میکنید؟ درست میگوید. چرا اینقدر جواب میکنید؟ بس کن احمد. فرمان تشکیلات است. میشود گفته باشیم میشود. تمام. شرم نمیداری به طرف شخصی که در سن سالی پدرت است داد و فریاد میزنی. خوین ها ما برای کی کار میکنیم؟ همه را میکشم. خوین ها بس کنید. خوین ها پدرم کجا رفت دخترم زینب؟ در نزد چربان. در نزد چربان؟ رفتیم زینب دخترم پینهان شو. سیلا به دستان آمده ایستادم. آنها برای چه آمدن؟ برای چی می آیم؟ برای چی؟ برای زینب را بردن آمدن. آروم شوید پدر. مکتب نیست. آنها دیگر با ما کاری ندارن. به خونه گشته برای تشکیلات آدم جمع میکنن. حامیش به خانه ما هم می آیند. زینب بیا پینهان شو. پدرت راست میگویند زینب. بهترش تو پنهان شو. زینب بیا یک روی نکن با او خانه رو. همه یک جویه. شما چرا ایستاده اید؟ روید. یا خدایا زودتر. پای ابزالهایتان را پوشید. زودتر. علی در را پوشا. زودتر برایید. من یک رفته بینم. شاید بابایم آمده باشه. میلش دخترم میلش. زینب زودتر درو. این چی خیلی فرمانه؟ من هم باوری نمیگویی بردگو. فرمانی من فرمانی تشکیلات است. باور نمیکنی و تشکیلات زید نبرایی. گوش کنید. با ما به بالا میروید. در آنجا تیاری میبینید. فهمیده میگویم. مایلش فهمیدیم. دانسته باشه کسی زید برایت خودم میپرانم. فهمیده. کنی گذر گفتم. گذر اومد. علی گذر. زینب کنی دخترم. دخترم شما اینجا ایستید.
مایش پدر میستیم، اما کودکان اینجا خنک میخورند. من چاره‌اش را میبینم، شما فقط به بیرون نبرایید. مایش پدر جون خاطر نشدید، خودتان را احتیاط کنید. خب دخترم. بابا جان، بابا جان در کجایید؟ خودم تنها در اینجا چیکار کنم؟ کودکان را پنهان کردی امید؟ پنهان کردم اکا، در آقل خانند. رفتیم اکا. یک طرف تو به خدا کیوست؟ برفین گوش کنید، فرمانی تشکیلات است. میدونم، اما در خانه ما پسر بچه نیست. دروغ نگو. همه میدونن برادر، در خانه ما پسری جوان نیست. من تنها یک دختر دارم، تمام. همین طور برفین؟ برفین تو ما را خوب میشناسی، با آنها گوی ما پسر نداریم. برفین تو ما را میشناسی، ما پسر نداریم. همین طور نه؟ نامی من مژده است. من شما را نمیشناسم. شما کی هستی؟ تو چی ها میگویی برفین؟ ما را نمیشناخته است. چی ما را کودک فکر کردی؟ دمتان را گیرید. یک دختر دارم گفتی ها؟ بله. تو را شناختم. معلم را پگاه به میدان ده بیار. رفته. دخترم رو میگیرن دکتر، چیکار کنم؟ چیکار میکنی پدر؟ خوبش من با تشکیلات همراه شوم پدر. تو چه میگویی پسرم؟ ما با آن قاتلان چی علاقه داریم؟ نه عثمان، تو به هیچ کجا نمیروی. دیگر چاره نیست. آنها ما را به حال ما نمیگذارند. شما فرزند دارید، مانید من روم. به هیچ کجا نمیروید. هر دویتان هم استید. خدا بزرگ است. در حال قرار ندهید. دیگر چاره نیست پدر. ایستا عثمان، تا پگاه مهلت داریم. با رازگی خدا یگان چاره میابیم. گریختند، بله، لیکن دور نمیروند. ایزی پایشون معلوم است. رفتیم. در را کشوه. چی گپ است؟ در را شکستید. خیر است. در اینجا چی میکنید سینون؟ کار داریم رئیس. ایلش، اما با اینجا آمدن رو نادرست است. برای وظیفه همی را اجرا کردن آمدم. چی خیلی وظیفه؟ فرمان گرفتم از هر خانه ده یک نفر برای تشکیلات میگیریم. سینان، این خانه من است. دانسته باشه در اینجا برای با تشکیلات همراه شدن کسی نیست. چی درست پدر؟
پدرون درو نام تو چیست؟ پدرون درو گفتم درو. برای به تشکیلات همراه شدن کسی نیست گفتی رئیس؟ سینون او دختری من است. دختر پسر فرق ندارد. دخترت به تشکیلات همراه می شود. تو چی ها میگویی برادر؟ گپم رو فهمیدی؟ من به تو کمکی زیاده کردم سینون. فرمان تشکیلات از تو بالاتر است رئیس. پگاه در میدان ده دخترت را انتظارم رئیس. سینون اما رفتیم. به این نگر حالا هم نگاه بکند چشمانت رو تو خورد. حالا هم نگاه میکنی چی میخواهند پدر؟ تو را به تشکیلات همراه کردن میخواهند. ها؟ چرا با بیرون بر اومدی؟ خواهیر شدم پدر جان. من به تو چند بار گفتم با کاری دیگران بینیت رو نخلان. چند بار گفتم راگرد کمی زود برا. با کی زنگ میزنید پدر جان؟ حالا هم در اینجا در سمره از اینجا برا. الو منم شهباز رئیس دهه آبی کلان. آقا یک مشکلی دارم آقا. خوش آمدید آقای دیلو. خوش باشید دخترها. در خانه تنها ایستادن نتوانستم. به اینجا اومدم. نقص کردی دخترم نقص کردی. بدرون درو. بابا ابراهیم کجا غیب زدند؟ باید از این کارها با خبر شوند. به دهه مزارت رفتن اما که روفی. نخواد آن ده خیلی دور است. بله. خوش آمدید دیلو. خوش باشید جنگا. اکای امید برای کودک و زینب گروه تیار کردم. میلش ینگا میلش. بیاید من میبرم. بچه ها خونه خورده. بیاید من برم اما که امید. شب اینجا با زینب میستم. دیلو خواهی از خانه گذر. هم یک نقطه طبی رو میبینم. شاید آقای دکتر رو میلش من بگاهی آمده خبرتون میگیرم. خیر میلش دخترم. بابا ابراهیم هم وقت رفتنش را یافته است. اکنون ما با این خاینه ها چی کار میکنیم؟ زود باشید جای را خالی کنید. آیسته میدارم دختر خانید. بیار دخترم. بابا حال کودک خیلی خوب پیچان. بیچاره خیلی خنک کرده است. دخترم تو آتش را درگیرم. خوزه پدر جان اینها بیمارن بابا؟ بله بیمارن پسرم. از کجا آمدن؟ از کجا میدونیم پسرم؟ حاضر کار میشوی. کنی بچه ها درایت. اینها مهمانند بیمارن. کودکان را به درون درار زود باش. آخر آنجا خنک است. کودکان خنک میخورن. چی لاز خانم دیده ایستاده ای. هر دیشان هم بیمارن. با کودکان فرقده کشیده شینن در میشن. خواطر نشن هیچ چیز نمیشن. میلش. آقای طاهر نیست؟ اینجا بیا. این طرف بیا. برو بنازم بیارید. این طرف بیا میگویم. سرده. در اینجا چی میکابی؟ من همشیرم. یادم چی دکتر را شناختم. به دهه آمدم یک دکتر رو هم خبر گیرم گفتم. دکتره که خودش را قهرمان می‌حسابه در کجاست؟ در دهه نیستند رفتند. آمدنم را شنیده گریخته است. کنی گپ زن. تو هم دکتر هستی؟ خیلی خوب. برای ما در کاری. تو هم به تشکیلات همراه میشوی. چی من؟ ها تو. پگاه در نزد میدان شو. نباشد این نقطه طبیعت را به سرت چپه میکنم. داروها رو گرفتیم سینون. خوب رفتیم زود باشید. رفتیم. زینب اپام اومدن. عمر شما صدا نبرارید همینجا ایستید میلش. دیلو بیا دیلو بیا.
گپ شده پا؟ خواطر نشوید. ینگای بولی به شما خوراک فرستادن. سلامت باشند. دیلا با تو چی شد؟ برای دیدن آقای طاهر به نقطه طبی رفتم. در آنجا با سینان روبرو شدم. مرا همراهش برده نیست زینب. سینان این کارو نمی کند. بابایت به این اجازت نمی دهند. بابایم نیستن. تا حال ناومدن. نترس دیلا. با ما میمونی. گریه رو بس کن. وای از طاهر یگون خبر هست؟ نه نیست. بعدی خبر نگشته است. دلم گواهی میدهد که با چه واقعه شده است. خوجا نترس ما صاحبان خانه. خدا شفا دهد پسرم. تشکر. نترس پسرم، ما به تو ضرر نمیرسانیم. مرحمت گذر. کمی خیزید از یادم. ما در کجاییم؟ تو با اون کودک رو از کوه از درون برف یافتیم. هر دویتان بیهوش بودید. در آنجا چیکار داشتید؟ من دکتر دهه آبی کلانم. آقای دکترم مرحمت بینشین. خوجا هم یک پسرک دهاتی است. راستش رو گویم او رو از سلاح دارون گریزاندم. برای ما رو نجات دادنتون می ندارم. احوال کودک بد است آقای دکتر. در خونه که مانده شدیم. کمی دم گیرد می گذارد. بعد می رویم، شما رو تشویش نمیدهیم. چه ها میگوی پسرم؟ تا صحت شدنش همینجا مانید. مهمانمان شوید. اینجا را خانه خود دانید. خدا از شما راضی باشد. خدا شفا دهد. تشکر. یعنی شما دکتر هستی؟ بله. بیا تو چقدر به غیر از یک کاسه شوربا دیگر چیزی نداریم. همش رو سیاه دارو خوردن. میدانم، لیکن چیکار کنیم؟ آنها گرسنه‌اند. 3-4 تخم مانده است. جوشانده بیارم. کودک‌ها چی میخورند؟ مانید. مهمان‌ها خورند. ما گرسنه هم استیم، هیچ گپ نمیشود. با این تخم‌ها سیر نمیشوند. مرغ را هم کشید. اگر مرغ را کشیم دیگر تخم از کجا مییابیم؟ آخر مگر مهمان را گرسنه میمانیم؟ تو کوش رزق را خدا میدهد. روید زود باشید. اگر پگاه اومدم ما رو برن چکار میکنیم؟ افسوس که بابا ابراهیم در دهه نیستند آقا. شما چی میگوید آقای رفیع؟ اکنون چیکار میکنید؟ با خدا این خاینه ها از حد گذراندن. بغیر از سربازان را خبر کردن دیگر چاره نمانده است. بله آقای رفیع راست میگوید. چرا خاموشی حامد؟ راست میگوید اکا، راست میگوید. دیگر چاره ای نیست. آن ظالمان را بالای سر کردن نمیگردیم. همین ترونه برادران. راست میگوید. کاری این ده حل شد دیدی. همین قدر جنگاور بس است. تو با مکان یوز ها رو و کچه کمک کن. آخه تو تنها میمونی. تو گفتم را اجرا کن. مایل سینو رفتیم. با ما بیا امکی زبیر.
قماندان رئیس آمده است. چی میخواهد؟ شما را دیدن میخواهد. گوی بیاید. سلام سینان. خوش آمده رئیس. خوش باشید. تو چی میخواهی؟ گوش کن سینان. مسئله قزنون رو حل کردم و دخترم نرس. چطور حل کردی؟ و تو از بالا امر میکنند. چی بود از آن امر دیهنده؟ جانم را بلا آوردی رئیس. تو هم جانی مرا بلا آوردی. گوش کن. اگر به عملیاتی پگاه بوده مانع شوید یا یگان نفر سربازان را خبر کند دانسته باش تو را میکشم رئیس. آقای رافع چیکار میکنید؟ رئیس با کجا رفته باشه؟ کجا رفته باشه؟ من نمیدونم. خیر است برادران. باید به سربازان زنگ زده آنها را خبردار کنیم رئیس. بله. آقای رافع شما عقلتون رو خورده اید ها؟ جنگ میخواهید؟ کمی صبر کنید. یک فکر کنید. فرض کردیم که سربازان رو جیغ زدید. مگر آنها نمیگویند که شما به تشکیلات کمک کردید، خوراک دادید؟ حساب اینها رو نمیپرسند. تو چه میگویی رئیس؟ چه میگویی ها؟ سببش رو نمیدونند؟ اگر داده باشن پس اونی دادن. تو با آن طرفش کادار نشو. من نمیگذارم که بچهای ده به دستی آنها افتند. زود باش. زود به سربازان خبر ده. همین طور برادران. همین طور. زنگ میزنیم. بیایید زنگ زنیم. رفتیم برادران. شما برای چی اومدید؟ من خودم زنگ میزنم. رئیس ما به زنگ تو مانع نمیشویم. کنی رئیس زنگ زن آنها را خبردار کن. زنگ زده ایستادم. حاضر. البته هیچ مانع نیست. از دست این تشکیلات چیهایی ندیدیم. کلاه هم افتید. از دست این خائن ها عذاب زیادی دیدیم. حاضر سربازان آمده بر جایشون نشینند. الو برادران با خدا که تلفن کار نمیکنه. چه؟ کار نمیکند؟ من از کجا دانم آقای حمید؟ انا گیسته گوش کن. هست؟ با خدا که صدا نیست. گفتم که با من باور نمیکنید. شاید علاقه کرده شده است. گوش کن رئیس به ناموس. تو را برای چی رئیس ماندن نه؟ کس بینت گمان میکند که آدمی. چرا با من داد میزنید آقای رافی؟ مگر تلفن من از کار برآمدم. چی داد فریاد میکنید؟ چیکار کردنمون رو باید فکر کنیم. دیگر چاره نیست. گفته ای تشکیلات میشود. کمی رویم. چیکار کنم؟ بیا خوجا بیا. نشین. خوب هستی خوجا؟ شکر خوبم آقای دکتر. ما چطور نجات یافتیم؟ اما که عبدالله بو پسرانشون ما رو نجات دادن. خدا شفا دهد پسرم. خدا شفا دهد شیربچه‌ام. تشکر اکا. خدا از شما راضی باشد. خوراک تیار شد. نان رو هم بیار دخترم. ما هم میخوریم بیبی جان. ای بس. اما من بیبیت قربانت شود. آنها مهمانند. حاضر من برای تو تخم جوشانم. خوراک تیار است. مرحمت کنید. مرحمت کنید آقای دکتر. کنی خوجا پیشتر شید. شما نمیخورید؟ نه پسرم. ما بعد میخوریم. شما گرفتن گیرید. با شما اشتایتان. اشتایتان. این طور نمیشود. کنی بیایید. کنی بچه ها. کنی گذارید. همه همون یک جای میخوریم. سیلاداران آمدن پدر. در رو کشایت میگویم. با خیر است؟ زوفیداری را میجویم. ایگانان از این جای ها نیستن.
در خانه بغیر از فرزندانم دیگر کسی نیست؟ کنی یک طرفش بینه. در درون کسی نیست بردن. شکممون هم خیلی گرسنه است. همین طور نمه ما؟ بله همین طور. کنه گم شده؟ اونا نرسید. خوب نپخته است. این را گیر. رفتیم. نان را هم گیر. این که چه است؟ شما در اینجا چی میکنید؟ کودک سینان گفته و دکتر ده گروه زنده است. اسپسی آنهایم. ماند آنها را از ده آدم جمع میکنه. حالا خانه های زیادی هستن. با من بیایید. مالش که چه؟ شکر که رفتند. آنها رفتند آقای دکتر. برایید. کجا؟ برو. شما خوبید؟ من خوبم. اما خوراکتان را دزدیدند خائن ها. خوب تو هم نمیبرد زینب؟ بله خوبم نمیبرد. طاهر رو فکر میکنم. با او چی شد؟ حالا در کجاست؟ خیلی خواطرم دلا. اگر برگردد با او آشتی میکنی؟ نمیدانم. با او چه خیلی مناسبت کردنم رو نمیدانم. بخیر بودید انشالله. این چه خیلی خوب بود. بیهوده فکر میکنه پدر. بغیر از با تشکیلات همراه شدن دیگر چاره‌ای نداریم. تو را به دست آن بدینان به ایمان ظالم نمیدهم پسرم. پدر جان گوش کنید. دیگر از دست ما چی بیاید؟ بیایید از اینجا میرویم. خانه ما را پرتافتن میگریزیم. معلش پدر. اما این قدر آدم به کجا میرویم؟ چی میخوریم؟ از اینجا میرویم پسرم. البته خداوند کمکمون میکند. چی گپ است اماکی عبدالله؟ آقای دکتر تو را بیدار کردیم. گذشته شین. من بیدار بودم. صحبتتان رو شنیدم. یکمان مشکلی دارید؟ چی گپ؟ فهمونه دخیر. تشکیلات از هر خانه یک نفری را طلب دارد. از این خانه با تشکیلات بغیر از من دیگر کسی نمیروم. من باشم پسرم را قربان کردن نمیخواهم آقای دکتر. دیگر چاره‌ای نداریم پدر. چرا هست؟ گریزید. آنها پس نمیگردند. آنها هیچگاه شما را راحت نمیگذارند.
هیچ نباشد به خاطر این کودکان روید. خونده آینده دار شوند. من به شما کمک میکنم. خدا از تو راضی باشد پسرم. خب اما ما امروز عثمان رو میبرند. پگاه چی؟ پگاه نوبت و پسرانی تو میشود. آقای دکتر راست میگوید. چاره نیست. از اینجا میرویم. فاطمه لبای چیز و چارتان را جمع کنید. از اینجا میرویم. خوب شده است. کسی ناومد. چی گپ شده باشد؟ کنی من یک رفته بینم. نرفتیلو. شاید بابایم آمده باشند یا شاید آقای طاهر آمدند. این طور باشد همراه میرویم. تو چه میگویی زینب؟ معلمه بودن تو را میدونن. اگر تو را بینن میکشند. تو در همین جا ایستو. فهمیدی؟ من زود برمیگردم. دیلو من با تو میروم. از اینجا نبرو زینب. گذاره در اینجا چیکار داری بدی؟ سینون فرستاد. برای کمکی تو اومدیم کچه. این هم اکبان از دیده کار برامد. به تجربه است. کمی به تجربه اما خوب میشود کچه. به تجربه ها رو هیچ دوست نمیدارم. دونسته باش خانه های زیاد رو گشتن لازم بدی. تو آنها رو نشان ده بس است کچه. نصرت لبای کچه بده رو به خونه عبدالله بر. خوب شده است. رفتیم. به اینجا دروید. احمق چرا در رو نمیکشوید؟ دیگر کار نداریم در چکنی میکنیم. یک طرف ایستا. مادر جون با تشکیلات کی همراه میشود؟ من. کنی او رو برید. هرده اون را. یک طرف ایستا. در اینجا یکم چیزی خودنی نیست؟ نیست؟ خب من این موجه را هم یاد بینم. در آنجا چیزی نیست. نبودن از معلوم. کنی یک طرف ایستا. دختری با عقل. این را بینه دختری خودمان. انا این خوجه. کنی برا خوجه کوه با کوه نمیرسد. آدم با آدم میرسید اصلا. دختر تو خودت را آدم گمون کردی. دمت رو گیر. بده مادرم در کجاست؟ مادرت نو به خاطرت آمد دختر. مادرم در کجاست؟ بده. بس گذر با بیرون. راگرد گذر زودتر. گذر زودتر. توجه نکن. مهمون های عزیز داشته یا؟ آنها مهمانان منند. با آنها دست نرسان. از خدا ترس. التماس برادر آنها به من امانتند. بسر نشو از اینجا. بسر کار بکنی الله. هرده برو. هرده داو خوجه داو یسوزم
دویدم خوجا زودتر 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 دویدم ایست زودتر زودتر ایست گفتم خوجا بیا با اینجا درو راه کرد با بیرون نبرو اومدت رو میبرم. خب آقای دکتر. راهگرده زودتر سر بهر منو سر بهر نمیخوام بیاره دورا سر بهر منو بابت مادرم میرم اینجا بیا گفتم برو داره بری زودتر سر بهر نمیخوام رفتن سر بهر برفین منو نشناختی؟ تو رو نمیشناسم. برفین آخر چهل من طاهر دکتری دهاتون. تو رو نمیشناسم گفتم. راهگرد هشتا رو گفتم. چرا ایستادی؟ پیراهن تقدیم فیلم سال 2011 در مدرک پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.